ما یه آب میوه‌گیری ناسیونال داریم که احتمالاً شما هم داشته باشیم، بالاش نارنجی پایینش سفید. وقتی میخوایم آب میوه‌گیری کنیم 7-8 نفری میگیریمش، هممون میلرزونیم. بعد که مشکل مفاصل پیدا میکنیم ولش میکنیم، تو کوچه میفته دنبال مردم آبروریزی. چیز عجیب. ما واقعا زندگیمون یه چیز عجیب غریبیه که حالا اگه بخوام بگم، من در یک خانواده متوسط رو به پایین، یه وجب پایین تر نداره، نزدیک خط فقر دنیا اومدم. اصلا خط فقر رو میدیدیم، یه رنگ عجیبی داشت. رفیق من سال اول راهنمایی هم کلاسی من بود، اون زیر ما بود، یعنی زیر خط فقر. ما گاهی خط فقر رو کنار میزدیم، با هم حرف میزدیم. اون میگفت اون بالا چه خبره، میگفتیم والا ما بدبختیم. میگفت خدا رو شکر ما بدبختیم. یه مش بدبخت دوره هم جمع شده بود. روزگار دهه 60 یا میشه. بله چقدرم زیادن الحمدلله.